به نامش که جان را جلا می‌دهد. درود خدمت شما رفقای عزیز و همراهان گرامی کانال خودتون، کانال ادیتور برتر. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیوهایی که براتون گذاشتیم، حالا چه از فوتبال اروپا، فوتبال آسیا و خب از فوتبال ایران، مورد پسندتون واقع شده باشد. در این ویدیو به سراغ آسیا رفتیم، بازیکن مهمی از تیم النصر عربستان رو براتون ساختیم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، خوشحال میشیم که با دنبال کردن خودتون، زدن اون زنگوله و لایک های بیشمار بیشتر از همیشه ما رو حمایت بکنید. دمتون گرم. بسم بریم. ارادتمندیم رفقای گرامی، با هم سری میزنیم به AFC بخش فوتبال عربستان، تیم النصر. بازیکنی که خدمتون معرفی میکنیم در PS 2021 وجود داره و خب نیاز هست این بازیکن رو ترانسفر کنید به تیم النصر عربستان و تغییراتی که نیاز هست رو با هم بدهیم. بسیار خوب. ژان دوران، بازیکنی که ملیتی کلمبیایی داره و نکته مهم اینه که به تیم ملی کلمبیا هم دعوت میشه و از اون بازیکنایی هست که کم سن و سال هم هست و میتونه آینده درخشانی داشته باشه و خب اومدنش به فوتبال عربستان هم در خودش جالب بود که تونست به هر حال در این سن بپیونده، چون قبلش حالا در لیگ انگلیس بازی میکرد، اونجا عملکرد خیلی خوبی داشت. اوورالش رو مشاهده میکنید. بریم با هم فیسش رو ببینیم که چگونه هست. امیدوارم مورد پسندتون واقع شود. دوستان، برای رنگ پوست انتخاب شماره 5 میتونه انتخاب خوبی باشه براش. برای رنگ چشم از حالت مشکی استفاده کنید. سمت چپ اولین رنگ رو مد نظر قرار بده. بریم قسمت ابرو که اینجام رنگ شماره 4 در نظر میگیریم. نیمرخ این بازیکن کلا بازیکن تنومندی هم به حساب میاد. خب میتونید بجز حالت 1 برای ریش و سیبیل از حالت در واقع 17 هم استفاده بکنید. اینجام رنگ شماره 4 که کلا حالا ما در این قسمت با رنگ شماره 4 سر کار داریم. اما قسمت مدلمون که شاید بتونین نورمال هم در، ولی به نظر خودم وایت میتونه به فیسش نزدیکتر باشه و اینکه برای رنگ ما حتی از 6 هم شاید بتونید استفاده بکنید. قسمت فیزیکی این بازیکن 185 قد و 73 وزن این بازیکن هست. مچبند دست راستش رو اینجا فعال بکنید. حالا دیده شده که استفاده میکنه. بله، و در نهایت موشنش. خیلی ممنون، سپاس از نگاه گرمتون. تا ویدیو بعد، اتفاقات جذاب، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا حق، خدا نگهدار.